دوستان امشب از دوچرخه نمیدونم که دوچرخه منه نه فردا پریشب امشب هم تولد یکی از عزیزان یه انسان بسیار بزرگ و محبوب و معروف و البته ما دیگه در اون حدی نیستیم که واسه این عزیز تبلیغات کنیم و از وجنات و اباحت و نمیدونم کردار و پندار و گفتار نیکش بگیم و مسائل دیگه در حد ما نیست. ایشون اینقدر بزرگ هستن که نیاز به معرفی نداره، ولی خب ما جهت یادآوری و تجدید خاطره و انجام وظیفه البته حاج رضامون زحمت کشید، سلیقه نو یکی از ما اینجا تبلیغات واسش بگم زحمت کشید، یکی از پارچه فروشا و خیاطای شهر خوب شهرمون، شهر بابل، تو خیابون یوسف پوری که آدرس بعداً بهتون میدم. بعد تاریخ تولد خودتون هم که رفتین قیمت کلی تخفیف دارین، یادتون باشه تاریخ تولدتون رفتین. بعد دیگه دوستان ماه تولد پریشب البته تولد یه عزیزی بود که ما نمیتونیم بگیم، جرأتش نداریم، ولی خب یکی میگیم تولد کوروش بزرگه و به افتخار کوروش بزرگ. تاریکیه رفت تاریکی وایستاد قشنگ.